جاتون خالی بچه ها، اومدیم پیاده روی. جاتون سبز. آقا مرتضی گل گلاب، یک پیاده روی قشنگ زیبا در مناظر جنگل های مینیدش، یعنی واقع در گلستان میشین جنگل ها که دارین میبینین. جاتون خالی واقعا. یه پیاده روی توپ و به ما میرسه، به ما میرسه. واقعیت به قول آقا مرتضی به ما میرسه. آقا سلطان به ما میرسه. جای دوستان خالی. انشالله پیشا پیش یلداتونم مبارک دوست داشتنی های من. جاتون آره. بچه با ادب و دوست داشتنی. آره واقعا به قول آقا مرتضی حرف قشنگی زد. داریم پیاده روی میکنیم، هلوش 3 کیلومتر داریم سربالایی میریم. این مسیر ما آقا مرتضی گل. بعد اینم کوههای دور بر ما هم یه نگاه کنین. چلچای اینجا اگر میخواین دوست داشتین از این هوا واقعا استفاده کنین. حیفه بچه واقعا. کوها رو نگاه کنین میبینین. اینم آقا مرتضی ما، بچه های تبریز خود ما، ترکتور خود ما. آره بزگرد. جاتون خالیه واقعا، جاتون خیلی خالیه. یک پیاده روی توپ، یک پیاده روی به خاطر انگیز و